سلام به قسمت نوز به اخبار امروز خوش اومدید به محل باب اسفنجی. خب امروز کلی خبر داریم از MLG و یه خبر کوتاه از LMG داریم. خب اول از خبر LMG که کوتاه چیز میکنیم. خب والا تا اینجایی که ما اطلاعات به دست آوردیم، مثل اینکه LMG داره روی پروژه خیلی خفنی کار میکنه که رو دو تا پروژه خفنی داره کار میکنه که MLG از این کارش خیلی خوشش اومد و این یه فیلمی بود که قراره بیاد، فکر کنم هالووین میاد، حالا اون هیچی، و یک پکیج برای سریال LMG ورس داده و حدود یک و $2 اینا میشه که واقعا خیلی خوبه که شامل قسمت های سریال میشه، شامل پشت صحنه میشه، شامل چند تا نقاشی و اینا میشه و یه مینی فیگور رایگان که خیلی 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 باحاله. و بریم سراغ اخبار MLG. خب صبح بعد از ظهر دیروز رئیس کمپانی MLG یعنی مرسام اومد و و اطلاعات رسمی درباره سریالاتش داد که ما فقط تصویرش رو میبینیم، پس نتیجه میگیریم که شما دیگه این منو نمیبینید و اون پیام رو میبینید. خب اینجا زده که آقا من برگشتم و ویدیوهای جدید تو یوتیوب موجوده و اگه نمیدونید ویدیوهای جدید شب قبل ایشون توی یوتیوب قسمت 8 خانواده پرماجرا و قسمت 9 و 10 بیکینی باتم آرام رو پخش کرد. قرار بود 11 هم پخش کنه ولی مثل این که امروز پخش میکنه و میگه داریم رو سریالمون تمرکز میکنیم. حالا بریم پایینتر. خب الان قشنگ اومده اینجا، قشنگ چیز داده، قشنگ رستمون کرده، چون مثل این که ویدیومونو دیده که پیش بینی کردیم چند قسمت بوده. آپدیت جدید اینه که فصل 2 ماجرای بابا پاتریک 12 قسمته که قسمت 9 در 4 اکتبر منتشر میشه. ما 12 قسمت رو درست گفتیم. مصاحبه شبانه با بابا پاتریک 2 قرار بود 18 قسمت باشه ولی 10 قسمت و قسمت 9 و قسمت آخرش 5 اکتبر منتشر میشه. ما گفتیم 13 قسمته ولی این برادر میگه 10 قسمت. حالا نمیدونم چرا 10 قسمتش کرده بود، قرار بود 13 قسمت باشه، هی عوض میکنه. بیکینی باتم آرام قرار بود 24 قسمت باشه ولی 15 قسمت و قسمت 11 6 اکتبر منتشر میشه. قسمت 11 6 اکتبر منتشر میشه. خب هیچی. و ما هم گفتیم 18 قسمت بیکینی باتم آرام ولی ایشون گفته 15 قسمته و نوشته قسمت پایانی خانواده پرماجرا قسمت 9 در 8 اکتبر منتشر میشه. و اینکه مثل اینکه یه خبری شنیدیم، حالا بعد از این میگیم. بریم پایینتر. خب اینجا نوشته همچنین این که همه قسمت ها آماده بود ولی فایلاش پاک شد و دوباره داره ساخته میشه، برای همین سریال کوتاه‌تر شدن. خب آره دیگه، من فایلاش رو چک کرده بودم و یهو دیدم پاک شد. گفتم چرا پاک شد؟ گفتش گوشیم صفحه نمایشش خراب شده، به کامپیوتر زدیم فایلا بر نگشت. حالا نمیدونم مثلا اینکه مشکل از گوشیش بوده و مثلا اینکه الان دیگه گوشیش رو عوض کرده و میگه برای همین فایلا پاک شده. میگه فصل 5 لگو باب اسفنجی تیزرش تو اکتبر منتشر میشه و زودتر از سریالای جدید
مثل لیگ عدالت در سال سوم چنل قسمت اولش منتشر میشه. یعنی آقا اینجا صرفا داره حرف منو تایید میکنه، میگه تو اکتبر منتشر میشه. شاید واقعا تو 16 اکتبر قشنگ تصمیم گرفته سر تولدش تیزر رو بده بالا. و اینکه اینجا داره به سال سوم چنلش اشاره میکنه، یعنی سال سوم MLG که خوبه. سال دوم اگه نمیدونستی سال اول 2024 بود، سال دوم 2025 بود که خیلی اتفاق توش افتاد و کم کم داریم به سال سوم نزدیک میشیم. تقریبا دیگه 2 ماه دیگه مونده و ایشون اومده اینجا سوتی داده و گفته قبل سال سوم منتشر میشه. حالا یا حواسش نبوده یا واقعا سال سوم وسط سال 2026 شروع میشه، حالا نمیدونم. خلاصه که گفته و قبل از اینکه سال سوم شروع شه فصل 5 قسمت اولش شروع میشه، منتشر میشه و اینجوری دیگه. حالا بریم سراغ یه چیز دیگه که درباره فصل 5. مثل اینکه من با رئیس کمپانی LMG یعنی گوست فیس هماهنگ کردم. حالا گوست فیس MLG نه، گوست فیس LMG. ما 3 تا گوست فیس داریم، 2 تاش تو LMG، یکیش تو MLG. اون گوست فیس اصلیه که الان چنل رو گرفته، چنل LMG رو گرفته. خلاصه بهش گفتم که درباره فصل 5 ذره حرفایی بزنه و به فصل 4 ریاکت بره به قسمت آخرش و ببینیم چی میشه دیگه. آیا ریاکت میره یا فقط تماشاش میکنه؟ شاید هم فقط تماشاش کنه و دربارش صحبت بکنه. و آخرین خبری که از MLG دریافت کردیم اینه که مثل اینکه 3 تا شخصیت دیگه 5 تا شخصیت دیگه به کلکسیون آدمای ایشون اضافه شده. یکیشون یه اسکین تو فورتنایت، یکی هم موز فورتنایت، یکی هم یه اسکلت، یکی یه اسب، یکی هم یک دایناسور تشنه است. حالا نمیدونم چه اتفاقی قراره بیفته ولی ببینیم دیگه. ببینیم چی میشه. خب اگه نمیدونید توی کانادا حالا کلگری اینجا معلما اعتصاب کردن و مثل اینکه قراره دوباره یا مدرسه ها مجازی شه برای چند ماه یا برای چند ماه کلن مدرسه ها تعطیل بشه. و مثل اینکه مرسام به من گفته که اگه واقعا این اتفاق بیفته شروع میکنه به فعالیت 2 برابر 3 برابر. میخواد هم مورتال کمبات بذاره، هم میخواد فیلم لگویی بذاره، هم میخواد از فورتنایت یه ویدیو بذاره، هم میخواد از تیکن یه ویدیو دیگه بذاره. و آره دیگه مثل اینکه خیلی مشتاقه ببینه واقعا این اتفاق میفته یا نه، که خبرش توی دوشنبه فکر کنم تا همین اواخر هفته‌ای که داره میاد که سریال ها منتشر میشن چیز میشه، خبرش میاد که امیدوارم چیز بشه، امیدوارم واقعا این اتفاق بیفته که ببینیم چیکار میکنه این بازیکن. خب فعلا شوق بخیر تا روز بعدی.